در یک تقسیم کلی بندگان الله متعال در نظر الله متعال دو گروه هستند. گروهی هستند که از چشم خدا افتادن، از اون نظر رحمت خدا افتادن، چرا که اون فطرت پاکی که الله متعال بنا داده اینا با انحماک در گناه، در فرو رفتن در گناه و با اصرار بر این گناهان خودشون اون فطرت خودشون را سیاه کردن. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، دلهاشون سیاه شده و اینا از اون نظر رحمت خداوند افتادن. و این اشخاص میتونن از کفار هم باشن و این اشخاص میتونن از خیلی از اشخاصی که به نام مسلمان هستن و اینا در نزد خداوند منافق قرار گرفتن. به نسبت همین آیات قرآن در اولین آیه های قرآن الله متعال این مطلب را واضح کرده. ان الذين كفروا بشک کافران، اینا عده‌ای از کافرها هستن. همه کفار اینطور نیستن که هیچ وقت ایمان نیاورن. خیلی از کفار در زمان رسول خدا هم بودن بعدا ایمان آوردن، اما گروهی از کفار هستن که اینها هرگز دوباره به راه خدا و رسول خدا باز نمیگردن. ان الذين كفروا بشک کافران، گروهی از کافران، سواء علیهم، برابر رسول خدا بر آنها، انذرتهم که شما آنها را بترسانی، ام لم تنذرهم یا اینکه نترسانی، فهم لا یؤمنون، اینا ایمان نمی آورند. چرا؟ چون که مهر جباریت بر دل نخورده. ختم الله علی قلوبهم، الله متعال مهر زده بر دلهای آنها، و سمعهم بر گوشهای آنها، و ابصارهم بر چشمهای آنها. الله متعال مهر جباریت خود را بر آنها زده. لذا اون اشخاصی که از چشم الله متعال افتادند، اونها چه از کفار و چه از مسلمان ها، اونایی که نحوست گناه دلهاشون را سیاه کرده، فطرت خدا پرستی در وجود اونها کلا از بین رفته، اینا یک گروه از انسان ها هستن. گروه دوم که گروه دیگری هستن، اونا گروهی هستن که از چشم خداوند متعال هنوز نیافتادن. از کفارها هم چنینن و از بنام مسلمان ها هم برادران گرامی اینها هم چنین حالتی دارن. اول بریم سراغ همون کفاری که عرضم حضور شما که هنوز از چشم خداوند نیافتادن، یا خیلی از اشخاصی که به نام مسلمان هستن و در گناه ها فرو رفتن ولی هنوز از چشم الله متعال نیافتادن. الله متعال اینها را با مشکلات مختلفی خیلی زود متوجه میکنه و اینا همه چوب بی صدای الله متعاله که اینا را به طرف راه راست هدایت بکنه که از مکافات عمل غافل مشو، گندم ز گندم بروید و جو ز جو. حلم حق با تو مواساها کند، اون الله متعال خیلی گذشت داره. حلم حق با تو مواساها کند، گر تو از حد بگذری رسوا کند. لذا همه مشکلاتی که در زندگی ما پیش میاد برادران گرامی، این از دست اعمال ماه و اونایی که چشم خداوند متعال نیافتادن، اینها را الله متعال با مشکلات مختلفی مواجه میکنه تا اینها را متوجه بکنه و به طرف راه صراط مستقیم هدایت بکنه. حالا اشخاصی هستن این وسط که اصلا به این هشدارهای کوچیک گوش نمیکنن و همینطور اصرار بر گناه دارن. الله متعال نهایتا وقتی که دلهای نسیا میشه، فطرت خودشون را مسخ میکنن و اون از اون حالت انسانی خودشون میفتن، الله متعال برای اینا نعمتها را باز میکنه و به اینا دیگه مهلت داده میشه و عرضم حضور شما که اینا به این آسانی ها در این دنیا با این مشکلات مواخذه کرده نمیشه. این قانون خدا. یکی دیگر از دلایلی که الله متعال به چنین گناهکارانی از کفار مسلمین مهلت دادن و چیزی به اونا نمیگن، قانون الهی اینه که الله متعال چنان قصدی دارن که برای او هیچ حصه ثواب نمانه. شوخی نیست. اون ذاتی که 7 طبقه آسمان 7 طبقه زمین را برای این بنده خودش مسخر کرده و داره میچرخانه، حالا این بنده خدا آمده نافرمانی اون خدا را داره میکنه، دشمن خدا شده، الله متعال غیور هستن، برای او مهلت میدن و طوری که برای هیچ حصه از ثواب چیزی نمانه. لذا یکی از دلایلی که الله متعال چنین اشخاصی را که دارن قرآن را میسوزانن و عرضم حضور شما که علنا علیه خدا و رسول خدا قیام کردن و یا به نام مسلمانی خلاف خدا و رسول خدا دارن زندگی میکنن، اینها را اگر خداوند تعالی نمیگیره، این فقط مهلت دادن خداوند متعال است و این به خاطر این است که الله متعال از اینها غافل باشه یا اینکه از اینها راضی باشه.